دوستان عزیز سلام، خدا کنه دارای صحت کامل باشید. دوستان عزیز، امروز میخوام درباره تابلت که برای شما معلومات بدم که در بسیاری جاها ما متوجه میشیم که جوانای ما از آن استفاده میکنن. در این تابلت ها دواهای عصبی، دواهایی که از ترکیبات مشتقات افیون به وجود میاد و همچنین دواهای دیگری که سبب اعتیاد میشه تشکیل شدن. کوشش بکنیم که از این تابلت در هر حالتی به شما اجتناب کنید. دوستان ما اکثرتشون که دایگان وافل میرن، به چکر میروند یا تشویش می داشته باشند یا کدام جگرخونی برایشان پیدا میشه، اکثرت آنها از این تابلت ها استفاده میکنن و حتی در بسیاری جاها به یکی دیگر مشوره میتن که بیگ از تابلت ها استفاده کو، دردگم میکنه، انرژی کاری تا زیاد میسازه، تشویش تگم میسازه. مگم شما میدانید که با یک بار استفاده آن زندگی انسان به مشکلات مواجه میشه. پس امید که از این خود دور نگاه کنید و برای معلومات بیشتر به یوتیوب مراجعه نمایید.